Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about product innovation. در درس‌های قبلی خواندیم درباره پروداکت و امروز درس امروزی ما درباره پروداکت اینویشن. چطور میتونیم در پروداکت خود نوآوری کنیم؟ Product innovation is a creation and subsequent introduction of a good and services that are either new or improve a version of a previous good and services. Product innovation چیز است که ما در مارکت نو عرضه میکنیم یا پروداکتی که already در مارکت اگزیست داره ما داشت چی میکنیم تغییرات میاریم ورژن جدیدش در مارکت عرضه میکنیم. The development of a new product change in a design of an established product or use of a raw material or components in a manufacture of established product. وقتی که ما میخوایم پروداکت دیولپمنت خود تغییر نیو پروداکت دیولپمنت خود تغییرات بیاریم چی میگیم از دیزاینش مثلا دیزاین از رو تغییر میتیم. وقتی که ما از گپ از اینویشن میزنیم در پروداکت خود طبعا یک چیز نو باید ما در بازار عرضه کنیم تا مشتری‌ها بتونه خوبتر و بهترتر از پروداکت ما استفاده کنیم. به طور مثال کمپانی کالگیت است که توتپیست یا کریم دندان تولید میکنه. اگر شما قبلا دیده باشین پروداکت هایی که در سالهای 2014 و 15 و 16 در بازار عرضه میکرد اکثرا چه سیمیلر بوده، اما آل پروداکت های خود چی که در پروداکت های خود اینویشن آورده، در پکیجینگ خود، در دیزاین پروداکتش چی که نوآوری آورده. در بازار عین پروداکت عین نام در مارکت اگزیست داره، اما چی هست هر سال چی میکنه در پروداکت خود نوآوری میاره، در پروداکت خود نوآوری میاره تا بتونه مشتری زیادتر جذب کرده بتونه. یک مثال دیگه شما مثلا میگیم کمپانی اپل آیفون، شما خواهمتون از تلفن‌های اپل دارین استفاده میکنین، چرا کم است میبینید که اپل میبینید هر سال چی میکنه در پروداکت خود نوآوری میاره. قبلا مثلا آیفون 10 بود، مثال آیفون 11 آمده، 11 پرو آمده. چی است هر سال چی میکنه کمپانی در مارکت خود در پروداکت خود چی میکنه نوآوری میاره تا بتونه مشتری زیادتر جذب کرده بتونه. In order to consider your product or solution innovative, you must able to answer yes for all the following three questions. به خاطر که ما بفهمیم که ما میخوایم در پروداکت خود اینویشن بیاریم یا نوآوری بیاریم باید با سه سوال که از پیش ما میشه برش یس گفته بله گفته بتوانیم. Is the product relevant for significant number of customers? آیا پروداکت ما relevant است با مشتریایی که ما عرضه میکنیم؟ نمبر مشتری ما زیاد است. وقتی که ما گپ از اینویشن میزنیم وقتی ما پروداکت خود میخوایم نوآوری بیاریم باید بفهمیم ما مشتری داریم یا نداریم. قبل از قبل باید بفهمیم آیا مشتری ما زیاد است یا نیست زیاد، تقاضای مشتری ما چی هستن. اگر ببینیم مشتری ما زیاد می بوده میشه در پروداکت خود اینویشن بیاریم. اگر نه هیچ ما در مارکت مشتری نداریم از پروداکت و بریم پس پروداکت در پروداکت خود اینویشن هم بیاریم این خب باز با نفس کمپانی میشه. Is the product is better than the competitors? آیا پروداکت ما خوبتر است نسبت به رقیب ما؟ نه اگر میگیم بله ها است پس چی میکنیم در پروداکت خود اینویشن میاریم. ما گپ از اینویشن که وقتی که میزنیم یک چیز نه باید در بازار ما عرضه کنیم، نه که چیزی که آلردی در مارکت اگزیست داره دوباره این چیز پس در مارکت با نام اینویشن بگیم عرضه کنیم. نه حداقل باید یک تغییراتی که در پروداکت ما باید وجود داشته باشه. ما گفتم مثال از آیفون براتون گفته بودم نه که عین کمپانی است، آیفون یک آیفون است، اما چی است هر سال چی میکنه در پروداکت خود نوآوری میکنه. قبلا مثلا آیفون 4 بود، 5 بود، 6 بود، 7 بود، 8 بود، این حالی آیفون 10 و آیفون 11 برآمده. چی است هر سال چی میکنه در پروداکت خود اینویشن میاره تا بتونه از رقیبای خود خوب پیشتر باشه. در دیزاین خود، در تکنولوژی خود چی میکنه فیچرهاش زیادتر کرده میتونه. مثلا رقیبایش سامسونگ است، نوکیا است، هواوی است، این کمپانی دیگه است، اما چی میکنن با اپل رسیدگی کردن نمیتونه. چرا رسیدگی کردن نمیتونه؟ چرا که هر سال در پروداکت خود اینویشن میاره، فیچرهاش زیادتر میکنه، در تکنولوژی زیادتر استفاده میکنه. Is innovation or uniqueness in the product office? It is easy to explain to consumer why this product is necessary or better than its competitors. While the answer may not always be an easy yes, the point is really important
for the marketing expert who will help you with the product launch. ما نمیتونیم مثلا با مشتری خود بگیم که پروداکت ما خوبتر است بهتر است نسبت کامپیوتر بیایم بخرین. نه، مشتری هیچ وقتی کار نمیکنه. مشتری هر وقت مثلا میره در مارکت میره چی میکنه؟ چندین دکانا را میگرده، مثلا میبینه کدام پروداکت، این پروداکت چندین دکان شاید امکان داشته باشه، چندین مارکت شاید امکان داشته باشه، میبینه کدام پروداکت خوبتر است کدام خوبتر نیست، کوالیتیش چطور است. اگر از پوینت مشتری ببینیم وقتی که در مارکت میاد هیچ وقت نمیره مستقیم از دکان اول نمیخره پروداکت خدا. چرا نمیخره؟ وقتی میره اول میبینه، انالایز میکنه، مارکتش انالایز میکنه، آیا که این پروداکت است در مارکت امکان داره در دکانی دیگه هم پیدا شود. و وقتی که ما میگیم کپ از اینویشن باز میزنیم اینجا چی میکنیم؟ ما باز از یک مارکتینگ اکسپرت، کسی که در مارکتینگ اسپیشالایزد باشه، وقتی که پروداکت خود میبینیم اول انالایز میکنیم، مارکت خود با ما انالایز میکنه، پیش مارکتینگ اکسپرت میریم با ما میگه ما این پروداکت رو اینویشن آوردیم چه وقت و در کدام مارکت ما عرضه کنیم، باز او با ما جستجو میکنه، مارکتینگ انالایز میکنه، مارکت ما رو انالایز میکنه، سیچویشن پروداکت ما رو میبینه، سیچویشن کمپانی ما رو در مارکت میبینه که چطور است، چه وقت باید پروداکت ما در مارکت لانچ شود، چه وقت خوبتر است، چطور میتونم رای رقیب خود از رقیب خود بهتر خوبترتر در مارکت پروداکت خود لانچ کنیم. Why is product innovation important؟ چرا product innovation مهم است؟ من با چندین دلایل داره که product innovation مهم است باید بحث میکنیم. Product innovation is important because it can help you create new space in a seemingly crowded market by identifying the gap and exposing yourself into the new space. You can find an audience and satisfy consumer needs in a way that a new and refreshing. وقتی که ما میگیم پس پروداکت اینویشن میگیم بسیار مهم است تا ما بتونیم یک جایگاه نو در مارکت به خود بگیریم. The area of globalization, the role of innovation company can get legal protection of its breakthrough product in the form of patents. وقتی که ما پروداکت خود باید اینویشن میبینیم، گلوبالایزیشن هست تاثیر بسیار زیاد داره. هر وقت هر پروداکت چیست تغییر است. این پروداکت ما نمیتونه هر سال در مارکت عرضه کنیم این چیزا. نه، مردم چی میکنه؟ چیزای نو میخواد، پروداکت های نو میخواد. چی باشه؟ پروداکت باشه که جهانی باشه، استفاده جهانی داشته باشه. مثلا کمپانی اپل استفاده پروداکت چی است؟ جهانی است. هر کشور که بری پروداکت اپل پیدا کرده میتونی. چرا پروداکت اپل اویلیبل است؟ پروداکت هایی که مثلا لوکال در لوکال است نیست. چرا نیست؟ وقتی واسه کار میکنن سر پروداکت خود کار میکنن، سر اینویشنش کار میکنن، سر فیچرهایش کار میکنن، از تکنولوژی استفاده میکنن تا بتونه همه مردم ازش استفاده کنن. New product are essential for the growth of a marketing companies. وقتی مهمتر است وقتی نیو پروداکت اینویشن ما بیاریم چی میکنه؟ مارکتینگ کمپانی ما پیشرفت کرده میتونیم، کمپانی ما پیشرفت کرده میتونه، مشتری زیادتر جذب کرده میتونیم. Byproducts of manufacturing process can be effectively used as a new product. New product can be used as a weapon to face competition effectively. ما میتونیم از طریق پروداکت اینویشن چی است؟ یک سلاح است در مقابل چی؟ رقیبای ما. چطور ما میتونیم از طریق پروداکت اینویشن با رقیب خود مقابله کنیم؟ وقتی که ما میبینیم در مارکت این پروداکت ما هم داریم، رقیب ما این پروداکت میاره. چطور ما میتونیم مثلا ما در پروداکت خود اینویشن بیاریم تا ما بتونیم او را به طور اصلی در مقابل کامپیوتر خود استفاده کنیم؟ The innovative product can be induction of a managerial abilities. Innovation is also necessary to recover the losses incurred due to the product failures. مثلا میبینی اکثریت کمپانی‌ها که هست پروداکتی که در وقت پروداکتش اینویشن میاره چی میشه؟ فیل میشن، نمیتونه مثلا چی کنه، یا پروداکتی که اوردی در مارکت اگزیست داره فیل است، یا چی میکنه؟ اینویشن میاره، نوآوری میاره تا بتونه ریکاور کنه لاسی که نقصانی که برشان ایجاد شده از پروداکت قبلی میتونه در پروداکت اینویشن او را پس جبران کنه. Categories of a new products.
کاتگوری نیو پروداکت چی هسته؟ New to the world products. These are innovative products that create completely new market. به طور مثال یه پروداکت هست که بیخی یک مارکت نو به خود عرضه میکنن، بیخی نو است در مارکت، یعنی پروداکت هست که نو به مارکت عرضه میشه به دفعه اول. مثلا including digital music players, iPods. سابق اگه دیده باشین کسی تو از دیجیتال میوزیک پلیر استفاده نمیکرد، همه میمد سی دی استفاده میکرد، اما حالا چی هست؟ دیجیتال شده، کل تکنولوژی شده، در موبایل خود مستقیم میتونیم استفاده کنیم. یا آیپاد است مستقیم مثلا گوشکه است. سابق مثلا کلش گوشکه چی بوده؟ لاین دار بود، اما چی شده؟ وایرلس جدا شده. چی هست؟ نوآوری شده. New product lines. These products are not new to the marketplace, but they are usually new to the company. Companies develop these products to enter an already established market for the first time. Number third, product improvement. These products offer improvement quality, feature, or performance of existing product. They might also act as a replacement of existing products. Cost reduction. These products offer similar benefit as a lower cost. They are not new products to the company from the customer point of view, but from design and protection standpoint, they usually represent significant change. Addition to existing product lines or product line extensions. These are usually new additions to the company, but they fit under the existing line product that our company makes. Repositioning. These are existing products targeted to the new market. It's involve introduction and new application of any existing product that aim towards a new market segment. برای امروز اما بس است و در چپترهای بعدی انشالله بحث‌های دیگه خواهد داشتیم.